لطفاً با ما کمک کنین هر چه زودتر. سراسیمگی و درماندگی بازماندگان سیلاب در بغلان. و کسانی که در راستای حکومت هستن. این مرد جوان نمیداند چه بر سر خانواده‌اش آمده. کسی معلوم نیست که تلفات مانده یا نمانده. موج خشمگین سیلاب پس از ظهر دیروز ده ها روستا را در بغلان غافلگیر کرد. از زن و بچه و خرد و کلان تمامش برد. کودکان و زنان در حدود 10 ولسوالی بغلان قربانیان اصلی اند. دو نهاد سازمان ملل در افغانستان مرگ بیش از 300 تن و زخمی شدن بیش از 100 تن را تایید کردند. ای خدم یک کلین ما بوزا دو تا نوسا ما بوزا 6 تا بوزا. آمار نهایی تلفات هنوز